این هم نمونه از زندگی خودم. ویژگی نامطلوب من نامرتب بودن است. چون این جنبه خودم را تایید نمی کنم، سعی می کنم آن را از جهان پنهان نمایم و در نتیجه زندگیم را به گونه‌ای مرتب کردم که کسی متوجه نامرتب بودنم نشود. مستخدمی دارم که مواظب فرزندم است و در ضمن خانه‌ام را تمیز می کند و همه چیز را مرتب و منظم نگه می دارد. هرچند خودم خانه را پاک و مرتب نگه نمی دارم، اما دوست دارم که منزلم چنین باشد. هیچ کس مرا نامرتب نمی‌خواند، زیرا خانه‌ام همیشه تمیز و مرتب است و اگر کسی بگوید دیویدپور نامرتب است ناراحت می‌شوم. برای همین چشمانم را می‌بندم، چند نفس آرام و عمیق می‌کشم و درباره واژه نامرتب فکر می‌کنم. در پی این فکر بدنم منقبض شده، دچار حالت تعو می‌شوم. کمی هم احساس ترس دارم. احساسم را دنبال می‌کنم و به گذشته باز می‌گردم و به یاد می‌آورم که مادرم به دلیل نامرتب بودنم مدام سر من داد می‌کشید. می‌ترسیدم اگر نامرتب باشم دوستم نداشته باشم. در حالی که چشمانم بسته است، مادر ترزا را در قلبم مجسم می‌کنم و از او می‌پرسم چگونه واژه نامرتب را تعبیر کنم تا دیگر از آن نفرت نداشته باشم. به او می‌گویم می‌خواهم به این واژه مهر بورزم. سپس صبر می‌کنم تا صدای او را بشنوم. مادر ترزا به من پاسخ می‌دهد نامرتب بودن نوعی بازی است که من از طریق آن کودک وجودم را ابراز می‌کنم. انداختن لباسهایم روی زمین برایم نوعی تفریح است و لازم نیست آن را کار اشتباهی بدانم. او میگوید که موهبت نامرتب بودن نظم و ترتیب است، چون پیوسته به من گفتند که نامرتب هستم. این توانایی ویژه را پیدا کردم که مدیر خوبی باشم و به خوبی از عهده مسئولیت‌هایم برآیم. اکنون تعبیر تازه و قدرتمندی برای واژه نامرتب دارم.